هموطنان عزیز، خواهران و برادران محترم، مهاجرینی که به خاطر وطن خود از وطن بیرون شده اید، باید شما را با عید استقلال وطن تبریک کنیم، مبارکباد کنیم. واقعا هم شما کسانی بودید که این استقلال را برای تاجیکستان با زحمت، با میدان نشینی ها، با طلب و درخواست ها و با جان نثاری ها هدیه کردید. شما بودید که از خیلی پیش از اعلان استقلال جمهوری ها از اتحاد جماهیر شوروی در فکر استقلال و آزادی بودید. پدرها، برادرها، استادها و شخصیت های بسیار وقار و ناموس بودند که از دهه 70 این جانب در فکر استقلال، آزادی و سربلندی کشور، ملت و فرهنگ و گذشتگان خود بودند. این استقلال را به دست آوردید، اما کسانی که در مقابل استقلال بودند با هر راه و نیرنگ مقابلت کردند و حتی با شعارهای خیلی هم ننگ آور، نمک SSR یا اینکه نعمت SSR شما را میزند یا اینکه کور میکند، یا شما از SSR چی دیدید که از او استقلال میخواهید؟ نیست بود آزادی، نیست بود اسلام، نیست بود مسلمانی، نیست بود آزاد اندیشی. با چنین شعارها مانعی استقلال و پیشگیری آزادی و سربلندی شما بودند. اما امروز برعکس اونها دارند در کرسی ها نشستند و خود به خود نامها و عنوانهای بالا به بالا گذاشتند و خود را استقلال خواه و کسانی که وحدت ملی ایجاد کردند، کسانی که کشور دارند معرفی میکنند، نشان میدهند و در عوض آن کسانی که واقعا هم اونها استقلال خواه بودند و برای استقلال همه چیزهای قیمت و دارایی خود را دادند، جان خود را دادند، نزدیکان خود را دادند، با تهمت ها برعکس با اونها را گرفته حبس میکنند و هر کسی که از استقلال، از آزادی، از شرف، از ناموس سخن میکند اون را مخالف به دولت، مخالف به دولت نه، مخالف به سیاست خود، مخالف به جا و مکان خود، به اون مقامی که میخواهد استقلال کند و اون معرفی میکند. برای شخصانی که ناموس دارند، برای شخصانی که اونها عزت دارند، برای کسانی که اونها سربلندی کشور را میخواهند، خیلی هم سنگین است که اون را نمیتوانند طاقت بکنند، نمیتوانند تحمل بکنند این و این هم تحمل کردنی نیست. امینی کشور فروخته شده ایستاده است، دارایی کشور بیرون برده شده است. هیچ کس در فکری فرهنگ و در فکری میهن و ملت نیست. و شما فکر نکنید که حالا شما که در اینجا هستید یک گروه هستید که از میهن بیرون شده اید، از وطن دور هستید، مهاجر هستید. درست، اما این بیرون شدن و این ایستادگری به خاطر آن است که باز عزت، باز استقلال، باز سربلندی کشور و ملت و میهن برگردانده شود. پس باید این را بدانید که این مهمترین چیزی است که در این دور و زمان، در این ساعت شما دارید که انجام میدهید. این
کاری هست که در صحیفه های تاریخ بعد چندین سالها اینها میمانند و یادآور میشوند، چون که این مردمی که اینجا هستند در واقع میدونند که خطری که امروز به استقلال تاجیکستان و آزادی وجدان و سربلندی ملت آمده ایستاده است از خطری که سالهای 92 عصر 20 بود سخت‌تر و وسیع‌تر است. امروز زمین، نام، ملت، فرهنگ همه از بین رفته ایستاده است. فکر نکنید که اون کسانی که امروز با اتهام، با تهمت‌ها، با دروغ اونها حبس کرده شدن، حبس‌های طولانی، عمر برباد، اونها یک شخصیت‌های عادی باشند. اونها کسانی هستند که این راه را، سربلندی کشور، میهن، فرهنگ، ملت را با جون خود، با عمر خود اونها خریدند، محبس ها را اختیار کردند، اما نخواستند که با معامله، با حیله و نیرنگ، با آن چیزی که حکومت میخواهد که اون را انجام بدهند به اون راضی بشوند. پس این برای ما و شما یک شرف است، ایستادگری کردن و خواستن عدالت اجتماعی، آزادی برای کشور. حکومتدارهایی که این راه را، این روندی غلط را پیش گرفتند، به اونها میگوییم. این منع کردن احزاب سیاسی، بازداشتن آزادی بیان، محدود کردن آزادی های دینی، با اتهام، با حبس و به زندان گرفتنی انسان های شریف، شخصیت های عالی، اینها برای ادامه حکم شما یا اینکه برای بهبود کشور هیچ ارزشی ندارد. این هیچ معنی ندارد. اگر فکر میکنید که با این راه میخواهید سلطه ظالمانه خود را، حکومت دیکتاتوری خود را ادامه بدهید، این غلط است، چون که این ظلم است. این ظلمی است که سابقه ندارد و میدان ظلم هم بسیار تنگ است، کوتاه نیست. امروز اون کسانی که در محبس ها هستند، اونها زنده هستند، زنده یاد هستند. اون خانواده که اونها زیر فشار شما، مادرها از بین رفته ایستادند، پدرها بیمار شده ایستادند، با بیماری عصب، با فشار و دیگر، اینها همون غلیانی هستند که به جوش می آیند و پیش راه این ظلم را میگیرند، دامان شما را میگیرند و شما را نمیگذارند که با این ظلم و با این ستم حکومت بکنید. این راهی غلط است که شما اختیار کرده اید. اگر شما برمیگردید، از ملت پشتیبانی میخواهید، ملت را آزاد بگذارید. شخصیت های نامدار را، ادیبها، حقوقدانها، دکترها، پزشکها، متخصص هایی که امروز ترک کشور کرده ایستادن، اونها را ارزش بکنید، برای اونها مقام بدهید تا اینکه کشور را آباد کنند. شما که نمیتواند این کار را کردن، اگر وجدان انسانی دارید، پس بگذارید مجال را از راه انتخاباتی آزاد، از راه رأی پرسی آزاد، تا اینکه فرزندهای با عار و ناموس و ارزشمند سر قدرت بیایند و این ملت و این کشور را آباد کنند و این استقلال واقعی کشور را برای کشور بر بگردونند. اگر این کار را نمیکنید، به نزدیکی کو از این سلطه و از این دبدبه های خود دور میشوید